وزارت تندرستی تاجیکستان روز 11 می گفت در 2 روز اخیر 49 مورد نو سیرایت شوی ساکنان به کرونا ویروس آشکار شده است. با این رقم تعداد عمومی گرفتاران رسما به 661 کس رسید. تلفات از بیماری در 2 روز اخیر 1 نفر زیاد شده است. به اطلاع رسمی از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان در مجموع 21 نفر از بیماری همگیر جان خود را از دست دادند. این در حالی است که هر روز در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت چندین نفر گزارش داده می شود و در اینترنت روی خطی غیر رسمی فوتیدگان از کرونا ویروس و التهاب شش پیدا شده است. ادعای به آمار مقامات با شبهه می نگرند، چون وزارت تندرستی تا به حال به چند سوال مهم از جمله درباره شروع بیماری و چگونه آشکار شدن نخستین گروه گرفتاران پاسخ نداده است. اینچنین مقامات هر دفعه درباره زیر نظارت پزشکان بودن تقریبا 5000 کس در شفاخانه های کشور گزارش می دهند، اما نمی گویند این افراد با گمان گرفتاری به کرونا ویروس بستری هستند یا التهاب شش و یا بیماری دیگری. به این مانند درباره رخصت شدن صدها بیمار از شفاخانه‌های کشور هم گزارش می شود، اما معلوم نیست آنها از چی بیماری شفا یافتند. مقامات تاجیکستان تا 30 اپریل می گفتند که در کشور بیماری همگیر به کسی سرایت نکرده است، هرچند تقریبا هر روز دایر به افزایش بیماری التهاب شش و مرگ و میر از این بیماری گزارش می رسید.